بریم با هم این سایه جذاب آموزش ببینیم. سلام از آکادمی یلدا مفاخری. اول میام با بیس چربم پشت پلکم رنگمو میذارم و فیدش میکنم. بعد از اون هم با یک سایه پودری پف پلکمو خشک میکنم و بعد از اون هم حالت پرسی پلکمو خشک میکنم و بعد از اون هم که کاملا خشکش کردم با یک قلم کوچیک‌تر مرز این دوتا رنگم رو با هم فید میکنم. بعد از اون هم از هایلایترم استفاده میکنم، گوشه چشمم میذارم و برای جذابیت بیشتر سایم از شایم استفاده میکنم. بعد از اون هم برای لثه چشمم رو با قشنگ لثه چشمم بن موجم رو درگیر میکنم با خط چشمم و فیدش میکنم و با سایه پودریم خشکش میکنم و بعد از که خشکش کردم حالت پرسی بن موجم با سایه مشکی خشکش میکنم و بن موجه میکشم و بعد موجم رو میذارم و تمام. این هم سایه جذاب ما.